تمام نگاهش به آینده ها یک زندگی است، ولی انسان غافل همش نشسته در گذشته ها حسرت میخوره. چرا اینجوری شد؟ زین همه ترابت چرونه هم کنی شکوه تا به کیز جور اینا کنی دل غمین به گوشه ای چرا نشسته ای جان من مگر تو عمر جاودان کنی تا که تو چنین باشی امید دل غمین باشی گل گشته چمن بهتر یا گوشه نشین باشی تا کی باید باشی افسرده در بند دنیا خندان روشا چون گل تا بینی لبخند دنیا. هر کس تو خیابون دیدی ازش سوال کن ببخشید خانم آقا چه فکری به حال فرداهای زندگی کردید؟ ببین چی میگه. این بهترین راه برای شناسایی انسان‌های غافل و هوشیار است. زدی تو هدف. برای که یک انسان غافل مثل یک آدمی که داره رانندگی میکنه در اتوبان زندگی همه نگاهش به عقبه، برای همین تو چاله میفته، برای همین که خلاف قانونمندی حرکت میکنه، برای همین ناموفقه، برای همین هیچ کی دوستش نداره، برای همین هیچ کی به خواستگاریش نمیاد، برای همین که گلی کسی بهش تقدیم نمیکنه. ولی که انسان هوشیار تمام نگاهش به آینده زندگیش و نشسته تمام اهداف نشسته طراحی کرده. من چی باید بخوام؟ فردا چگونه؟ آینده چگونه؟ 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، خودم، خانواده‌ام، سازمانم، کارخونه‌ام، همه آینده‌های زندگیش نشسته تصویر کرده و حتی نوشته. لذا که آدم غافل 8 صبح خواب بلند میشه چشاشو میخواد میگه خدای امروز باید چیکار کنم؟ ولی که انسان هوشیار مثل شما صبح ساعت 5 صبح خواب بلند میشه میگه ای خدای رزاق امروز باید چیکار کنم؟ برای خلق هدف‌هام برنامه داره، سیستم داره، زندگی داره، آینده داره، روشنه، تلاش میکند، به دست میآورد، میاندیشد، خلق میکند. از یه آدم غافل سوال کن ببخشید چه فکری با فرداهای زندگی کردی؟ میگه وا چه حرفایی میزنه شاهین جون، حالا کی مرده کی زنده؟ حالا ببینیم چه پیش میاد. خیلی اگر آدم با خدای باشه به زعم خودش با یه باور دینی غلط میگه وا چه حرفا میزنی، استغفرالله، زبون گاز بگیر. خب هر چی خدا بخواد، من چیکار بیدم؟ بعد یه شرم برات بکنه گولت میزنه، میگه خدا کشتی آنجا که خواهد برد وگر ناخدا جامه بر تن دارد فایده ای نداره. هر چی خدا بخواد، ما چیکاره ایم؟ قسمت، تقدیر. این تو خود تو هم لابد باور میکنی ها؟ میگه مامان جون چرا اینقدر جوش میزنی من اینقدر درس بخونم؟ اگر خدا بخواد ما کنکور قبول میشیم، اگرم که نخواد که دیگه بالا بری پایین بیای نمیشه، خدا نخواسته. من چه خاکی بسرم کنم؟ جوش نزن. تو خدا میبینی چگونه انسان‌های غافل حتی باورهای دینیشون هم خرابه، غلط فکر میکنه، خیال میکنه، اینجوری نیست. همین سوال از آدم هوشیار سوال کن، بگو ای عزیز دلم که هوشیاری، بگو ببینم چه فکری برای فرداهای زندگی کردی؟ انگار که خدا می‌خواد یه نفر همچین سوالی ازش بکنه. لیست اهداف آینده رو میذاره جلوت، میگه اینا رو میخوام، این اتومبیل، این محبوب، این خانه، این فردا، این سفر، این ساز موسیقی، این تقوا و معنویت، این دوستان خوب، این آغوش گرم خدا، این آغوش گرم محبوب، این معاشقه با همه انسان‌ها در یک فضای از آینده زندگی. تو کیف میکنی. بعد ممکنه بهش بگی خب مرد حسابی، خانم محترم، اینقدر میگه من اینو میخوام یالا، پس این نقش خدا این وسط چی؟ میگه برو ببینیم بابا. غافل. میگه درسته تو شنیده ای که همه چیز درسته، منم باور دارم و قبول دارم که تقدیر همه چیز به دست خدای رحمان است. ولی خدا که دائمی تقدیر نمیکنه به تو بده و بغل دستید نده که. تقدیر خداوند هم مثل همه چیز در جهان هستی قانونمندی دارد. یعنی العبد یدبر والله یقدر. انسان‌ها تدبیر میکنند که چی بخوان و خدا تقدیر میکنه. گوش کن. مثلا تو فکر میکنی امروز صبح که اومدی اینجا برام یک گلی بخرم، یک اندیشه‌ای، یک تدبیری. بعد میری حرکت میکنی، پول در آوردی، زحمت کشی، قبلا تلاش کردی، بعد این پول میری میدی، گلی رو به دست میاری. وقتی این گل مال تو شد، در آغوش گرفتی و بوسیدی و بوییدی، خداوند پای این گل را یک مهر تأییدی میزند و نامش را تقدیر مینهد و میگوید که چون تو میخواهی خدا خواهد چنین، میدهد حق آرزوی متقین. پس خداوند برای آینده شما اون رو میخواد که تو برای خودت میخوای. اگر تو چیزی برای فرداهای خودت نخواهی و بنشینی فقط بگی هر چی خدا بخواد، خدا چیزی برای تو نخواهد خواست. سر کاری. آره این چنین از قانونمندی های جهان هستی ای انسان هوشیار متدین آگاه. خداوند این گونه چهره زندگی انسانی را عالی میکند.
آنجا که صبح جمعه می نشیند در یک فضای الهی با خود ملاقات می کند و می گوید اگر من محور همه عالمم، اگر من می اندیشم و به اذن خداوند خلق می کنم، من چگونه فکر می کنم، من چه باورهایی دارم، من چه شخصیتی دارم. خیلی عجیب است. یک قانونی در تکنولوژی فکر وجود دارد که دانشمندان این رشته میگویند که اصلا جهان هستی این گونه است که اصلا ما نباید همش دنبال، یعنی گم شده ما بیرون از من نیست، بیرون از تو نیست. گم شده من و تو در جهان هستی در درون ماست. آنجا که تو تغییر میکنی دنیای بیرونت عالی میشود. آنجا که تو فکر میکنی میری یک گلی رو در فضای زندگیت خلق میکنی. پس رابطه مستقیم وجود دارد بین هر پدیده‌ای در زندگی تو با وجود تو که اندیشت، باورت، احساست، روحیت، نگاهت، عشقت، ایمانت. ولذا دانشمندان این رشته میگویند که in order for things to change you must change. میگن برای که دنیای بیرون تو عوض شود تو باید تغییر کنی. و مولانا میگوید بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. پس بنابراین احساس میکنید که حاصل زندگی یک فرد غافل چیه؟ فقر، یأس، اضطراب، درماندگی، تنهایی، گمشدگی در وادی زندگی و خواب روزای جمعه در رخت خواب غفلت. در حالی که یک انسان هوشیار در هر لحظه از زندگیش سعی میکند که مرتب مراقب باشد، مواظب باشد، اندیشه کند، باور کند، اقدام کند، تلاش کند و مرتب بگوید که آیا به گونه دیگر هم میتونم زندگی کنم یا همینه؟ نه خیر، همین نیست، زیرا تقدیر این گونه نیست. و اصلا تو خودت مقدراتت رو تعیین میکنی، تو خالق آینده های قشنگتی، تو سرنوشت خود رقم میزنی، نه خدا. تو می اندیشی و تلاش میکنی و اقدام میکنی و خداوند مهر تأییدی بر تمامی دستاوردهای تو میزند و نامش را تقدیر مینهد. ولی انسانهای غافل از تمامی خستگی ها، ناباوری ها، بی‌هویتی ها، تنگ نظری ها و ناکامی ها یک غولی میسازند و نامش را تقدیر مینهند. خدا خواسته، من چیکار کنم؟ اشتباه میکنن. خدا نخواسته است، تو خواستی. پس بنابراین اگر منشأ زندگی تو و خلق آینده های قشنگ تو، یعنی اگر تو میخوای به بهبود کیفیت زندگیت بپردازی، امروز باید فکری به حال فکرت بکنی، امروز باید بیای با خودت ملاقات کنی و اندیشه های گل آفرین در دنیای قشنگ خودت بکنی. امروز به من بگو تو کیستی، چگونه میاندیشی، تا به تو بگویم که خداوند سرنوشت تو را چگونه رقم خواهد زد. انتظاری که از هر کدوم از شما عزیزان، هم خدا دارد، هم فرشتگانش، هم این برادر کوچک شما از شما داره، این هستش که در ظهر امروز که از این در رفتی بیرون با یک تصمیم باید بری بیرون. میدونی چرا؟ برای که قرار نیست فقط بیای اینجا با یک تکنولوژی الهی آشنا بشی، فقط معلوماتت اضافه شه از در بری بیرون. قرار است که تو متحول شوی، قرار است که تغییر کنی، قرار است که دنیای درون تو به گونه دیگر زیبا شود، تو انسان زیبای دیگری بشوی. بنابراین باید بدانی که همه این زیبایی های وجود تو زمانی در دنیای بیرون تو متجلی می شود و چهره زندگی تو عالی و زیبا می کند که تو یک فکر بکنی از این در رفتی بیرون، یک تصمیم بگیری و بدان که تا تصمیمی اتخاذ نشود تغییری در زندگی رخ نمی دهد. همه زیبایی های زندگی حاصل تصمیم هاست. همه انسان های موفق تاریخ ایران و جهان که روزی به خود آمدند و با خود ملاقات کردند تا چهره زندگیشون رو عالی کنند، یک تصمیم در پایان اون روز گرفتند. و امان از آن زمانی که انسانی در محضر خدا و فرشتگانش تصمیم بگیرد به عنوان یک اندیشه‌ای
و بعد همه کائنات خدا در راستای این اندیشه انسان وارد کار میشن، تلاش میکنن، کار میکنن، بانک ها، آدم ها، پروژه ها، تا اینکه این انسان به اون تصمیم و به اون هدفش برسه. آری انسان است و اندیشه هایش. واقعا خدا میداند. اگر در ایران ما کارخانجات عالی تأسیس شده است، کشاورزی جایی شکوفا شده است، اگر انسانی به جایی رسیده است حاصل یک تصمیم انسانی بوده است، همین هر دستاوردی، و واقعا باور کنید که انسانی فردا به دستاوردی میرسد که امروز رؤیایی در سر داشته باشد. این یک قانون است. آری انسان است و اندیشه هایش. حال من بگو که امروز از کجا آغاز کنیم؟ معلومه، جواب سوالم دادم. نه، از اینجا آغاز کنیم. نه، از اینجا آغاز کنیم، از فکر. واقعیت قضیه این هستش که انسان این گونه خلق شده است که همه دستاوردهای زندگی رو با اندیشه ها انسان ها میسازن. اصلا فرق بین آدم هم همینه. یک انسانی که مایوسه، افسرده است، مضطرب، نمیتونه کار بکنه، انگیزه ای نداره، درسی نمیخونه، ارتباط عاشقانه برقرار نمیکنه، مونده تو وادی زندگی، در واقع در باغچه ذهنش علف هرز میروید. و به عکس یک انسانی که در صبح جمعه میاد و ویژین میکنه، پاکسازی میکنه باغچه ذهنشو از اندیشه های بد، از علف های هرز، و در این باغچه گلهای قشنگ زندگی را میرویاند، چهره زندگیش عالی میشود. و این یک قانون است. آری ذهن ما باغچه است، گل در آن باید کاشت، ور نکاری گل من علف هرز در آن میروید. این قانون است. یعنی انسان ها همه زندگی رو با فکر میسازن و به عکس انسان های غافل تمام زندگیشون رو با اندیشه های خرابشون خراب میکنند. شاید برات جالب باشه که اگر از سوال کنم به نظر شما چه فرقی است بین که انسان غافل و که انسان هوشیار، تو در جواب به من بگو که تنها فرق بین که انسان غافل و که انسان هوشیار تفاوت در دو نظام تفکر است. همین. زیرا انسان ها هر آن گونه که فکر کنند زندگی میکنند. انسان ها هر آن گونه که فکر کنند زندگی میکنند. به من بگو تو چگونه فکر میکنی تا به تو بگویم که تو چگونه زندگی میکنی. و زندگی یک انسان بازتاب اندیشه های اوست در دنیای بیرونش. همین. حتی سلامت و بیماری انسان ها هم بسیار از مواقع حاصل اندیشه هاست. یعنی بیش از 90% از بیماری ها که خیلی از مردم میگیرند بیماری های سایکوسوماتیک است. یعنی فکر کرده سردرد، فکر کرده میگیرن، فکر کرده از دست مادر شوهر زخم معده، فکر کرده از روزگار از زندگی تلخ اینجوری وامونده در وادی زندگی، جسم و روح و روانش از دست داده. فکر. به این جمله زیبای کلیدی من توجه کنید که حتی فقر در دنیای یک انسان فقیر حاصل اندیشه های فقیرانه اوست که غافلانه نشسته میگه نمیشه، نمیتونم، وضع خرابه. میدونی نشسته میگه کو خیری از طرف خدا، کو حتی خواستگار، گیر نمیاد. میگه آرزو به دلم مونده یه نفر بیاد در خونه ما رو بزنه، مامانم بگه که شاهین برات خواستگار اومده، ولی به خدا نیست، چون دیگه جوونا نمیتونن زن بگیرن. میدونی چون وضع خرابه، چون مردم اینجوریان. یعنی 1001 دلیل میاره برای پذیرش فقر و شکست و یک دلیل نمیاره برای موفقیت. بنابراین انسان ها خودشونه با اندیشه هاشون. حتی ناصر خسرو هم به این موضوع توجه داشته و به تو گفته که تو چون میکنی اختر خیش را بد، نشسته میگی من بدبختم، من بد شانسم، میشی من دوست نداره، خدا من دوست نداره، من نمیتونم، اینا 1,800,000 نفر هستن، من چه خاکی بسرم کنم برای کنکور. همش نشسته از این حرفا میزنه. تو چون میکنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. مطمئن باش هیچی به تو نخواهد رسید. زیرا انسانی که نشسته غافلانه فکر میکنه تمام درهای رحمت خدا رو به رو خودش میبنده. این قانون جهان هستی است. و انسانی که هوشیارانه در محضر خدا و فرشتگانش این گونه اندیشه های گل آفرین، زندگی آفرین، پول آفرین، ثروت آفرین، فرد آفرین، سلامتی و آرامش آفرین میکند، به همه زیبایی های زندگی انسان میرسد. این قانون زندگی است. خیلی دلم میسه که چرا بسیاری از مردم ما ایران ما این قانون ها رو نمیدونند و نشستن همش اینجوری میکنن، نشستن نق میزنن، نشستن به گذشته ها فکر کنن، نشستن میگن چرا، در حالی که باید این گونه کنن، به آینده ها فکر کنن، بگن خدای رضا چجوری، چگونه، ای محبوبم چگونه، ای همسرم چگونه، ای فرزندم چگونه. زیرا انسانی که میجوید مییابد. این قانون است. عیسی مسیح علی نبینا و علیه السلام فرمود ask and you shall receive. بخواهید به دست میآورید، بجویید پیدا میکنید، بپرسید جواب میگیرید، بکوبید در باز میشود و بیاندیشید خلق میکنید.
این قانون یک انسان خوشبخت و موفق در فضای زندگی است، ولی انسان‌های غافل این قانون را نمی‌دانند و نشستن اینجوری. ولی انسان‌های هوشیاری مثل شما که میان با خودشون ملاقات می‌کنند، قانونمندی‌های جهان هستی را یاد می‌گیرند و فکر می‌کنند. پس فقر، کلمه فقر و ثروت در تکنولوژی فکر فقط پول نیست. هر دستاورد قشنگی در دنیای شما ثروت است، مثل آرامش، مثل پول، مثل گل، مثل تقوا، مثل معنویت، مثل خدا، مثل بهشت، مثل مدارج عالی علمی. تمام اینا مظاهر ثروت است و نداشتن هر کدوم از اینا هم مظاهری از فقر است. با این تعریف حالا میخوام به شما بگم که فقر در دنیای که انسان فقیر حاصل اندیشه‌های فقیرانه و غافلانه اوست و ثروت در دنیای که انسان ثروتمند حاصل اندیشه‌های ثروتجویانه اوست. این قانون است. اما ممکنه شما بگید بسیار خوب، بلند شو بریم خونمون دیگه. ما راز موفقیت و سعادت یک انسان رو دریافتیم، فهمیدیم انسان است و اندیشه‌هایش. حالا من از این بعد فکرهای مثبت میکنم، فکر ثروتجویانه، فکر موفقیت در کنکور، فکر به ساقل محبوب، فکر به دست آوردن اون اتومبیل زیبا، فکر زدن اون کارخونه عظیم. درسته، منم با تو موافقم، ولی سخن من این هستش که آیا انسان‌ها میتونن هر جور خواستن فکر کنن یا نه؟ جواب اینه که نه، زیرا اندیشه‌ها از باورها دستور میگیرن. انسانی که باوری عالی دارد میتونه فکر عالی بکنه. جوانی که خودشو قبول داره میگه اینا سیاه لشکرن 1,800,000 نفر، این منم که میدرخشم، این تو کنکور قبول میشه. میدونی چرا؟ برای که آنچنان باور عالی از خودش داره، آنچنان به توانمندی‌های خودش معتقده، یعنی باور داره خودشو، آنچنان به خدا، به زندگی، به فضا، به معلم، به مدرسه، همه را آنچنان عالی باور دارد که هر باوری در او فرمان اندیشه میدهد و هر اندیشه در او انگیزه ایجاد میکند و هر انگیزه او را به تلاش میبرد. ولیس للانسان الا ما سعی. دستاوردها به حاصل می نشیند. این قانون موفقیت است. بنابراین همه چیز در دنیای ما از یک باور شروع می شود. تا باور نکنی نمیتونی اینجوری فکر کنی. این یک قانون است و قانون زندگی قانون باورهاست. شما هر آنچه را باور کنی خلق میکنی. و حتی نگو که این جمله رو هیچ وقت نگید که ای بابا من اونجوری بشم، من زندگیم عوض شه، من به پول برسم، من اتومبیل اینجوری، من فردا رئیس جمهور ایران بشم. مگه میشه؟ من که تا نبینم باور نمیکنم. تو رو خدا نگو این جمله رو. این خلاف قانونمندی‌های جهان هستی است. زیرا قرار نیست که ببینی تا باور کنی. قرار است که اول باور کنی که میتوانی تا خلقش کنی و ببینی. زیرا قانون زندگی قانون باورهاست. انسان‌ها هر آنچه را باور کنند خلق می‌کنند و اندیشه‌ها از باورها دستور می‌گیرند. کافی است فرداهای قشنگ زندگی تو باور کنی. به خدا میتونی زندگی تغییر بدی. به خدا میتونی تو کنکور قبول شی. به خدا میتونی به سال محبوب برسی. به خدا میتونی اتومبیل زیبایی بخری. به خدا میتونی فرد آینده رو خلق کنی از همین امروز به بعد به عنوان روز تولد دوبارت، که این آینده هیچ شباهتی بر گذشته‌های ناکامی که در اون گذشته‌ها باور نداشتی، اندیشه نمی‌کردی، نشسته بودی غافلانه می‌اندیشیدی، کاملا متفاوت باشد. آری در این تولد دوباره تو میتونی بلند چی بری آینده رو خلق کنی که این آینده هیچ شباهتی بر گذشته‌های ناکام تو نداشته باشه. هرگز فکر نکنید که امروز برادری اومده لابد چه می‌دونم الله زرورق اومده بیرون و میلیاردر و ثروتمنده و نمیدونم بعض خونه‌ش و زندگیش و اتومبیلش و لابد بعض مدارج تحصیلش هم که معلومه خبر از دل ما نداره، که نمیدونه ما تو ایران چه کشیدیم اون 12 سالی که تو امریکا بودیم. میخوام بگم هرگز این گونه فکر نکن. اگر این گونه فکر کنی درهای رحمت خدا به روی اندیشه‌ها و باورها و حضورت در جهان هستی بسته میشه. اینجوری فکر نکن. و دلم میخواد بدونی که حتی این برادر کوچکی که امروز در محضر شما سخن میگه یکی از افراد بسیار فقیر و محروم جامعه ایران بودم که در یک خانواده 6 تا فرزند و 3 نفر دیگه 9 نفری در اتاق اجاره 10 متری گوشه حیاتی در مثل کاروانسرای زندگی می‌کردیم و فقط زیر یک چراغ گرسوز فقط نون خالی می‌خوردیم شام اگر بود. و حتی اگر یه شبی که چراغ گرسوز ما خاموش بود به خاطر که پدرم پول نداشت نفت توش بریزیم، میرفتم تو سرمای زمستون توی کوچه زیر تیر چراغ‌برق میشستم مشقام می‌نوشتم وقتی دبستان بودم. با این بک‌گراند تصور کن که همیشه فکر می‌کردم که خدایا من چیکار می‌تونم بکنم که مثل پدر و مادرم زندگی نکنم. اون تا چیکار میتونستم بکنم؟ حتی وقتی به مادرم اعتراض میکنم که چرا مادر ما فقط نون خالی، میگه مادر جون بگو که خب بگو خدای راضی هستم به رضای تو، خدای تو خواستی، ما هم تحمل کن، بساز، بگو الهی رضا به رضایک. در این همچین فضایی من باور کرده بودم. منتها دوست داشتم یه جور دیگه زندگی کنم. دبستان، دبیرستان، دانشگاه صنعتی شریف، بالاخره مهندس مکانیک شدیم.
اون روزها به دعوت برادر عزیزمون آقای دکتر حداد که از نزدیکان ما به هر حال هسته بود و خیلی ما رو دوست داشت، به من گفتش که بلند شو بیا در تلویزیون کمک کن، انقلاب شده میخوام خلاصه تلویزیون. رفتیم در خبری که اصلا من تخصصی نداشتم، به هر حال خبرنگار صدا و سیما شدیم. در اون 6 سال بسیار درخشیدم به عنوان کارمند با مایه 7000 تومان. ولی وضع خونم چی؟ هیچی. یه آپارتمان 60 متری قراضه تو کوکاکولای تهران